حالا که شکسته بریم ببینیم میتونیم اینو درستش بکنیم. خیلی محکمه و سفته، باید داغش بکنیم. در اثر چکشکاری این تیکه از سرش کج شد. حالا باید دوباره تو اینجا یه تیکه خال جوش بذارم. درستش کردم. البته قبلش هم خرابش کردم، ولی کلی چیزم یاد گرفتم. دم خودم که